کی فکرشو میکرد که یک پسر بچه روستایی از کهگیلویه که در کودکی هم پدر مادرشو از دست داده بود بتونه به تک‌تیرانداز ماهری تبدیل بشه که هیچ کس توی دنیا به گرد پاشه هم نمیرسه و رتبه اول کشتن دشمنان رو با رقم عجیب 700 کشته تایید شده توی جهان به اسم خودش ثبت کنه. یعنی حتی بالاتر از سیمو خاها با 505 کشته و فرانسیس پگاموگابو با 400 کشته تایید شده. چی میشه که یک پسر بچه روستایی میشه نفر اول تک‌تیراندازای جهان؟ چی میشه که صدام بهترین تک‌تیراندازان بین‌المللی جهان رو توی جنگ عراق استخدام میکنه تا این پسر بچه روستایی رو بزنن و از دستش راحت بشن؟ تک‌تیراندازانی که به دستور صدام عمودی اومدن ولی افقی هم برگشتن. پس با افتخار معرفی میکنم مرگبارترین تک‌تیرانداز جهان، عبدالرسول زرین از کشور ایران. توی ویدیوی قبلی که راجع به مرگبارترین تک‌تیراندازان جهان ساختیم خیلی از شما رفقای گلمون اسم عبدالرسول زرین افسانه‌ای رو بردیم که چرا توی این لیست قرار نداره. وظیفه خودمون دونستیم که به احترام کلام و کامنت های زیبای شما یک ویژه برنامه راجع به یک قهرمان افسانه‌ای بسازیم. پس این افتخار رو به ما بدین که این ویدیو رو جوری منتشر کنید تا همه با این قهرمان افسانه‌ای آشنا بشن و با لایک هاتون و کامنت هاتون این ویدیو رو منفجر کنید. عبدالرسول زرین یک قهرمان افسانه‌ایه که با همون شلیک اول با اسلحه قناصه که پیشرفته هم نبود کار دشمن رو تموم میکرد و کار به شلیک دوم نمیرسید. ترس و دلهره برای عبدالرسول ناآشنا بود ولی خونسردی و سکوت رفیق صمیمیش بودن. اصولا وقتی کسی قهرمان میشه و اسمش سر زبونا میفته خودش رو میگیره، ولی عبدالرسول اینجوری نبود. این پسر روستایی یک آدم خاکی و شوخ طبع بین رزمندگان بود و از هیچ کمک و آموزشی دریغ نمی‌کرد و ذره‌ای از تکبر ازش دیده نشد. جالبه بدونین توی کشته هایی که توسط این تک‌تیرانداز افسانه‌ای به هلاکت رسیدن سربازان رده پایین نبودن. بیشترشون جزو فرماندهان و مقامات ارتش عراق بودن. یعنی سر مارها رو هدف قرار میداد و برنامه‌ریزی یک گردان رو به راحتی به هم میریخت. آخه چطور میشه که یک پسر روستایی که نه آموزش خاصی دیده بتونه چنین شاهکاری رو از خودش به جا بذاره؟ آخه چطور میشه که یک فروشنده لباس چنین استعداد نابی رو توی خودش پیدا میکنه؟ این پسر یک استعداد ذاتی داشت. این پسر توانایی و دقت به شدت بالایی داشت. عبدالرسول به طور مداوم توی جنگ ایران و عراق حضور جانانه‌ای داشت و توی اکثر عملیات‌ها شرکت کرده. عبدالرسول بجز تک‌تیراندازی مسئولیت‌های مختلف دیگه‌ای هم بر عهده داشته، مثل فرماندهی گردان‌ها. عبدالرسول زرین تا جایی پیشرفت کرد که اسمش به گوش صدام هم میرسه و بین عراقی‌ها به صیاد خمینی مشهور میشه. صدام میبینه که تلفات بسیار بالاست، اونم توسط یک نفر، نه یه لشکر. صدام دستور میده که 20 تا تک‌تیرانداز حرفه‌ای بین‌المللی با جدیدترین تفنگ‌ها اجیر بشن تا برن سراغ این تک‌تیرانداز روستایی ایرانی. البته گفته شده که تک‌تیراندازان آمریکایی هم توی این گروه بودن، ولی خب هر بار با تلفات بیشتر برمیگشتن. عبدالرسول تقریبا به تنهایی کار یک گردان رو انجام میداد. تو هر سنگری که وارد میشد خط دشمن رو به هم میریخت. واسه همینم هم رزمانش بهش لقب گردان تک نفره رو داده بودن. عبدالرسول زرین مهارت بسیار بالایی توی زدن هدفهای متحرک داشت، مثل تیربارچی تانک ها
و حتی پیروسکوپ هایی که روی تانک برای دید راننده طراحی شده بود. یکی از فرماندهان جنگ و گردان غواصان لشکر امام حسین ایران از عبدالرسول خاطره ای رو تعریف میکنه که چند ماه قبل از شهادتش عبدالرسول رو دیده بود و ازش میپرسه که عبدالرسول چند تا از عراقی ها رو کشتی؟ بعد میگه اون با چند بار تفره رفتن؟ گفت که بالای 2000 نفر رو خط کشیدن. میگن عبدالرسول سواد نداشت و تعداد کشته هاش رو با خط علامت میزد. این قهرمان افسانه‌ای عکس جالبی داره که لاله گوشش سوراخ شده و یک مقدار خونیه. این عکس بعد از یک دوئل تن به تن با یک تک تیرانداز عراقی گرفته شده که قصد داشتن عبدالرسول رو از بین ببرن، ولی خب باز هم تیرشون خطا رفت و عبدالرسول برنده این دوئل میشه. هیچ تک‌تیراندازی نتونست عبدالرسول زرین رو شکار کنه و توی مدت خدمتش خار چشم عراقی‌ها بود و توی اسفند ماه سال 1362 توی عملیاتی به اسم خیبر بر اثر اصابت ترکش به سرش به آرزوی خودش یعنی شهادت میرسه، در صورتی که 60% جانباز شده بود، ولی خب جبهه رو نتونست با پای خودش ترک کنه. آرامگاه این شهید بزرگوار در گلستان شهدای اصفهان قطعه خیبر 2 ردیف 4 شماره 4 قرار داره. خب این 5 سال از زندگی عبدالرسول داخل جنگ بود. زندگی قبل از جنگش و زمان تولدش برمیگرده به سال 1320. یعنی اگه الان زنده بود تو سال 1402 83 سالشون بود. این قهرمان پدرش رو تو سن 4 سالگی و مادرش رو تو سن 6 سالگی از دست میده و داییش بزرگش میکنه. در نوجوانی پیش خویشاوندان پدرش به اصفهان میره و توی یک مغازه لباس فروشی شروع به کار میکنه. تو 20 سالگی ازدواج میکنه و صاحب 7 فرزند میشه. تو شروع جنگ به خاطر کشش و استعداد و خدمت برای کشورش اول به کردستان و بعد به جنوب اعزام میشه و در کنار حسین خرازی و یحیی صفوی در عملیات‌های جنگی شرکت میکنه. بودن شیرمردانی که با رشادت، از خودگذشتگی و شجاعت مثال زدنیشون رفتن و جون خودشون رو فدای مردم کشور کردن تا نذارن هیچ کفداری دستشون به خاک کشور ایران و ناموس این مملکت برسه. خیلی ها اسمشون شنیده نشد، خیلی ها هم عکسی ازشون منتشر نشد. این به شدت لازمه و وظیفه همه ماست تا اسامی مردان و قهرمانان واقعی کشور ایران برده بشه و به نسل‌های آینده منتقل بشه. واقعا این ویدیو جزو افتخارات کانال ما بود که افتخار اینو داشتیم که بتونیم در مورد یکی از هزاران قهرمانان کشور ایران برنامه بسازیم. ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. سابسکرایب ویدیو، لایک و کامنت هم یادتون نره. دوستتون داریم. ممنون از شما و تکنولوژی.